کلی گشتیم دنبال یه آهنگ نوستالژی خوشگل. با آقا مهدی رو تصمیم گرفتیم آهنگ سیمین بری رو آموزش بدیم. بریم سراغ آموزشش. خب ریتمشو ریتم 2/4 شاد و ریتمیک انتخاب کردیم به این صورت: 1 و 2 و 1 و 2 و یه چنگ، 2 تا دور چنگ، 2 تا چنگ. تو پوسه قبلمون آموزش شدیم. تو قسمت اول که داریم اجرا میکنیم آخر جملاتمون رو به این صورت میبندیم، یعنی یه ضرب میزنیم میوت میکنیم، یه ضرب هم برمیگردیم. خط اول رو اجرا کنم. سیمین بری گل پیکری یاری، از ماه گل زیباتری یاری، همچون پری افسونگری یاری. اون قسمتی که میگه دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من، یه دونه رو مینور تک میزنیم. دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من. اینجا کلا تک ضرب میزنیم، منتها ریتم آخر، یعنی آکورد آخر رو ریتم دوباره چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم. تیکه بعدی هم به همین صورت. حالا اجرا میکنم متوجه میشی. دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من، سرگشته کویت منم نداری خبر از من. خب قسمت بعدی هم دوباره همین ریتم اجرا میکنیم، فقط اون قسمتی که میگه که با من چه ها کردی، به جانم جفا کردی، اونجا رو دوباره نصف میکنیم با حالت تک ضرب و اکسنت. هر شب که مه در آسم گرده